با نام خدا و شبتان بخیر. به سرویس خبر هفته امشب خوش آمدید. مشروع خبرها: با تشدید تحرکات سیاسی و امنیتی در خاورمیانه از تماس‌های دیپلماتیک ترامپ با رهبران منطقه تا احتمال توافق تازه میان تهران و واشنگتن بر سر تنگه هرمز، منطقه وارد مرحله حساس شده است. همزمان ایران بر حق کنترل هرمز تاکید دارد و گزارش‌ها از توافق احتمالی 60 روزه برای بازگشایی این آب را کاهش فشارها و آغاز مذاکرات هسته‌ای خبر می‌دهند. در کنار این تحولات، بحران اورانیم غنی شده ایران و تنش‌های امنیتی در آمریکا نگرانی‌ها درباره آینده منطقه و جهان را افزایش داده است. برای پرداختن بیشتر به این موضوع، آقای دکتر حمیدالله مفید، استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل از آلمان با ما پیوستند. جناب دکتر سیب، خیلی خوش آمدین به برنامه. خوشبینی‌ها درباره یک توافق نسبی بالا گرفته است. وضعیت چگونه پیش میره؟ اجازه بدین جناب حکیمی صاحب، در ابتدای بسیار پرمهرگرم خدا حضور شما، همکاران تکنیکی و بینندگان گران ارج برنامه خبری ساعت 7 شب تلویزیون وزین یک تقدیم کنم. تشکر. و در پایان آنچه شما فرمودین، بله، آنچه که در نشرات و روزنامه ها و رسانه های جهانی بازتاب شده، از اون جمله در اکسیوس کسی به نام مبارک داوید این مذاکرات و این ملاقات ها را بسیار وسیع و همه‌جانبه تشریح کرده و الجزایر هم تقریبا رو تایید کرده. من خدمت شما کوتاه عرض میکنم. بفرمایید. اساس مسافرت که آقای عاصم منیر رئیس استا در تشکل پاکستان به ایران داشت و ملاقاتی که تا نیمه‌های شب با وزیر خارجه ایران آقای عراقچی دیدار کرد، در فرایند اعلام کردند که ما به یک توافق نزدیک شدیم. همزمان آقای ترامپ در سوشال ترامپ خود نوشت که خوشبختانه ما با توافق نزدیک شدیم. آقای ترامپ تعیین میداد به جای از اینکه با آقای کوشنر و ویتکاف مراجعه کنه، با تماس مستقیمی که با ویژه رئیس جمهور ترکیه، رئیس جمهور مصر، پادشاه عربستان سعودی، ولیعهد عربستان سعودی، امیر قطر که هیچ وقت طرفدار صلح نبود و بس من یک کوتاه خدمت شما عرض میکنم، و همچنان امیر امارات متحده عربی تماس گرفتن و تمام از کشورها تقاضا کردند که باید به طور قطع ایالات متحده آمریکا این توافق را که در حال نزدیک شدن است و 3 ماده داره دستینه کنه و او را به اصطلاح MOU بسازه، به یک توافق کلی برسانه. بله. البته بفرمایید. خب دکتر صاحب، البته سخن شما ادامه پیدا میکنه. در این میان من میخوایم که قهرمان اصلی را بدانم. آیا دو طرف خودشان تن دادن یا پاکستان قهرمان است؟ در اینجا ما قهرمان وجود نداره، قهرمان منافع است. بله. قهرمان منافع است. ایران به طور قطع خواستایش که به اصطلاح جلوگیری از معاصره است در این توافقنامه آمده. 3 فصل داره. یک توافق 60 روزه برای از اینکه جنگ توقف کنه و یک مذاکرات طولانی تا 60 روز انجام شود. دوم، ایران و خود ایالات متحده آمریکا توافق کرده که معاصره اقتصادی که ایران داره او را معاصره را پایان بده و قطعات خود از اطراف ایران بکشن. سومین مسئله که در اینجا گنجانش شده که بازگشایی تنگه هرمز است که ایران هنوز هم میگه که ما رو بازگشایی میکنیم ولی حق ملکیت ما در اینجا باید تثبیت شود. فقط یک کوچک اختلاف نظر است. در مسائل اتمی طی مدت 60 روز سنجش میشه تحت نظر به اصطلاح کارشناسان یا انسپکتورهای بخش انرژی اتمی سازمان ملل متحد با توافق رسیدن که وضع تدریجی بیرون کشیدن و یا رقیق ساختن مجدد 449.9 کیلوگرم اورانیم غنی شده 60% را بررسی کنن. یعنی در این مذاکرات ایران هم آماده شده که به هیچ وجه بحث افزار اتمی دستیابی نمیکنه که در اینجا فقط نقش منافع است. پاکستان چرا مسافرت قبل از آقای نقوی وزیر داخلیش و مسافرت آقای خود جنرال عاصم فیلد مارشال عاصم، اینا مسائل هستند که این مذاکرات این توافق نزدیکتر ساختن. ولی خب فراموش نکنیم که امارات متحده عربی که با اسرائیل مناسبات بسیار حسنه داشت با مخالفت بسیار شدیدی که دکتر القاسمی، محمد بن القاسمی، رئیس به اصطلاح یا مسئول شارجه با محمد بن زاید اعلام کرد که اگر با اسرائیل مناسبات شارجه خود مستقیم میکنه، بالاخره امارات متحده عربی هم به این صلح پیوست و با آقای ترامپ تماس گرفت که باید به طور قطع این صلح انجام شود. اما اصل صلح از کجا نشأت میکنه؟ عربستان سعودی به شرایط اعلام کرد که دیگه به قطعات ایالات متحده آمریکا اجازه نمیده که از میدانات پایگاه هوایی خود علیه ایران استفاده کنه، نه راکتایش
و نه تیارات جنگیش. به همین ترتیب قطر آمادگی خود نشان داد، بر صلح باعث شد. عربستان سعودی اعلان کرد که ما با ایران یک توافقنامه صلح عدم تجاوز بالا یکدیگر باید امضا کنیم که می افت کشور خلیج فارس. اینا عوامل هستند که زمینهای صلح فراهم ساختن. یعنی صلح از هوا نآمد و کسی هم دیگه مبتکر از این نیست، بلکه شکست خود ایالات متحده آمریکا در صلح. شما ببینید که در این جنگ هیچ چیز برآورده نشد. شکست اسرائیل که هیچ چیزی برآورده نشد. اینا همه منافع هستند که بالاخره کشور ایالات متحده آمریکا را که مصرف روزانه‌ای که اینا محاصره کردن، کشتی‌های جنگیش که آمده سربازا از این مواد انرژی، خوراک، پوشاک، انتقال از امریکا تا اونجا تیارات میره، اینا تقریبا 4 میلیارد دلار میرسه. روزی واقعا برداشت بر امریکا مشکل است. امریکایی که کسری بودجه هم داره. بفرمایید. درست. خب حالا پاکستان هم که تلاش‌های زیاد را در عرصه کرد و نتوانست بالاخره این مسئله را حل و فصل کنه و به یک توافق نسبی دو طرفه را برسانه و دقیقاً شکست آمریکا، شما این مسئله را میدونین که آمریکا شکست خورد و تن داد به ایران. خب اختلاف آقای نتانیاهو صدر اعظم نخست وزیر اسرائیل و ترامپ را چگونه ارزیابی میکنین؟ میدونین در حقیقت مذاکرات این توافق با آقای ترامپ از کجا تعمیل شد؟ برای نخستین بار دو فولکتوم شرکت‌های مردم مقابل است. آقای کوشنر و ویتکاف از این مذاکرات پایشان کشیده شد. بله. و دلیل از این است که امی اف کشور 5 کشور من نام بردم که مصر است، ترکیه است، عربستان سعودی است، قطر است، امارات است و پاکستان است. این کشورها مستقیما با آقای ترامپ تماس گرفتند. آقای ترامپ روز جمعه شورای امنیتی خود به اشتراک آقای هیکس وزیر دفاع و کین لویدریسیس دایر کرد و مسئله حمله را 50% حمله را مطرح ساخت و آمدن آقای جی دی وانس که باعث یک آدم صلح طلب است از اوهایو به سرعت به طرف واشنگتن و ملاقات با آقای ترامپ و قناعت آقای ترامپ که باید از این حالت به طور قطع برای نقش داشته که با آقای جی دی وانس هم باعث معاون رئیس جمهور تماس‌های زیاد صورت گرفته و بالاخره منافع خود ایالات متحده آمریکا داخل کنگره هم شما می‌بینید که دیدگاه مختلف است. در تمام دموکرات‌ها توافق کردند ولی از جمهوری خواه مثلا آقای مایک هاکسون موافقت کرده و آقای گران مخالفت خود نشان داده. و خب یک مسئله میمونم، مسئله اسرائیل که شما پرسیدین. آقای ترامپ اعلان کرد که ما با آقای نتانیاهو صحبت کردیم، اونا هم در بخش از موارد به توافق رسیدن. آقای نتانیاهو به هیچ وجه طرفدار صلح نیست و از این خاطر تلاش‌های آقای نتانیاهو که اعلان کرده که این به رسمیت شناختن قدرت ایران است و این بالاخره ما به توافق نمیرسیم بلکه ایران باعث یک نیرو به رسمیت میشناسیم. ایران باید تولید اسلحه افزار جنگی راکت‌های دوربین توقف بده، نیروهای نیابتیش باید مسئله مطرح شود. در این میان من میخوام دکتر سیب یک مورد یادآور کنم که گزارش‌هایی را که من مرور می‌کردم شب گذشته البته رسانه‌های ایرانی به گونه طنزآمیز و به گونه کنایه یک مورد را نوشته کرده بود که گویا آقای بنیامین نتانیاهو از سمت کمک طلبانی ترامپ مبدل شده به یکی از مسافرای هواپیمای ترامپ. به چی معنا است؟ در حقیقت گرچه یک طنز است اما یک واقعیت است. می‌بینید که آقای ترامپ به جای از اینکه با آقای نتانیاهو تفاهم کنه با کشورهایی که ما نامش قبلا گرفتم سی بار تکرار نمی‌خوایم بکنمش، با اونا به توافق میرسن. اونا به توافق میرسن معنی از اینکه اونا به طرفداری جنگ به هیچ توافق نیستن. هیچ کشور خلیج فارس آماده جنگ دوباره نیست، ولی خسارات عظیم رسیده. شما فراموش نکنین که ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که بخشای انرژی بخشای بزرگ تاسیسات انرژی ایران رو باید نابود کنیم. ایران اعلان کرد که در منطقه هیچ تاسیسات انرژی نفتی و برقی زنده نخواهد ماند. واقعا ایران قدرتی داره. ایران آمریکایی رو درک کرده که 30 بخش پایگاه‌های مختلفی که ایران یک موقعیت خاص جغرافیایی داره. یک تحلیلی که در مورد جغرافی ایران شده، تمام ایران توسط کوه‌ها محاصره شده و داخل از این کوه‌ها تونل‌ها هست و داخل از تونل‌ها افزار جنگی راکت‌ها و درون‌های ایران مخفی است که نه ایالات متحده آمریکا تنها میتونه مستقیم پیادهش بیاد. اگه پیاده مستقیم بیاد یا در لجنزارا گیر میمونه یا در زیر کوه‌اش کشته میشه. اونا آمریکا هیچ امکانات جنگی دیگه نداره. ایران از اون لحاظ که نه امریکا امکانات جنگی داره نه توانایی جنگی ایران تضعیف شده، بنابراین آقای نتانیاهو رو باعث یک چهره‌ای که شکست خورده. چرا؟ آثار اول جنگ نشان میده که آقای نتانیاهو با رئیس به اصطلاح موساد و شنبت رفتن و آقای ترامپ قناعت دادن و در وجود که کوشنر و آقای ویتکاف بودن، اینا جنگ آغاز کردن
یعنی جنگ نتانیاهو توسط ترامپ وادار ساخت. هیچ رئیس جمهور قبلی آمریکایی کار نکرد. هر بار آقای نتانیاهو میرفت و مطالبه جنگ میکرد، ولی ترامپ فریب زیر خورد. از اون لحاظ آمریکا دید که در اینجا خسارتمند شده و دید که مشاورین گفتن که بسیار کار ساده و احمقانه، ببخشید من واژه احمقانه رو به کار بردم، پوزش میخوایم، نادرست را انجام دادین. بنابراین آقای ترامپ بالاخره از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی موقعیت 34% آرای ترامپ پایین آمده. یک رقم بسیار درشت است. درست. در 60% گرفت 34ش پایین آمده. بالاخره در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر باید امریکا با یک دستاورد بره. از اون لحاظ آقای ترامپ واقعا طنز را که نشته کردن که آقای نتانیاهو از طیاره باعث یک مسافر شده، نه پیلوت واقعیت است. درست. خب حالا چه فکر میکنین سرنوشت تنگه هرمز و امنیت صادرات نفت جهان به کجا میرسه؟ خب بدون شک برای که سازمان انرژی جهانی اعلام کرد که 60% وضعیت اقتصادی جهان به خاطر بندش تنگه هرمز به خساره رسید. گرچه در روز روزانه 40 کشتی میگذشت، حال تازه روزانه 24 تا 25 کشتی هم عبور میکنه. او کشتی‌هایی که ایران لازم میبینه و یا پول تادیه میکنن، تکس میدن و یکی از کشورهایی که ایران با اونها مناسبات داره مثل چین و هندوستان، اینا را اجازه میده که از تنگه عبور کنن. و برخی کشورهای دیگه مالزی، اندونزیا، کره جنوبی از اونها پول میگیرن و کره شمالی مثلا مجانی میتونه ببره. و همون این حالت جریان داره. اما گشایش از وضعیت انرژی جهان واقعا بسیار خساره‌مند ساخته. شما فکر کنین 30% پرواز طیارات به خاطر کمبود انرژی نفتی سقوط کرده. درست. و ابی وضعیت ادامه داره. وضعیت اقتصادی جهان بسیار به 60% چه رقم درشت است. بنابراین جهان پافشاری جدی دارن که باید در این مورد تصمیم بگیرن. حتی اتحادیه اروپا حاضر شدن که با ایران مستقیما در تماس شدن و این دشواری رو حل کنن. و اگر ترامپ حل نمیکرد، اتحادیه اروپا مستقیما هیاتاش میآمدن داخل مفاهمه با ایران میشدن و می هویت ایران به تنگه هرمز به رسمیت میشناختن و اجازه میدن کشتی‌هایشان نفت بکشن، در حالی که کل کشورها با یک حالت بحران جدی انرژی مواجه شدن و نرخ در تمام کشورها نه تنها نفت که تمام خوراکه، گوشت و مواد خوراکه و بفرمایید. سپاس. خب پس از این زمانی که حالا یک توافق نسبی است و 60 روز هم آتش بس میان دو طرف است، اگر موارد اختلافی را که شما قبلا ذکر شدین در مرحله بعدی ذکر شود، آیا آمریکا خواهد پذیرفت امرای تهرانی مسئله را که تنگه هرمز هم شاملش میشه؟ من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا به یک حالت میخواهد با یک بینی خبیری از منطقه برآید. شما توجه کنین کشورهای خلیج فارس هیچ کدام دیگه اجازه نمیدن که ایالات متحده آمریکا پایگاه نظامی استفاده شود. یعنی همه مصارفی که آمریکا کرد، همه تجهیزاتی که در این خاورمیانه آورد، همه رو دوباره میبره و همچنان دیگه جنگ در کار نیست و تنگه هرمز هم اختیارش در دست ایران است و یورانیم غنی شده همچنان در ایران باقی میمانه. همین موارد؟ خب این یک بحث جداگانه است. در مورد اختلافی است دکتر صاحب. بله میفهم. مورد برآمدن قطعات ایالات متحده آمریکا از خلیج فارس این برمیگرده به مناسبات کشورهای عربی با ایالات متحده آمریکا که نه ایران رو تصمیم بتونه بگیره و نه در مذاکرات مطرح است. سر پیشنهادی ایران است که یک جنگ دیگر باره نمیره. خب در طرح پیشنهادی ایران مسئله تضمین مطرح است که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا تضمین بدن که 60 روز و اگر این مذاکرات تمدید میشد تا آینده هم دیگه علیه ایران کس حمله نکنه. این تضمین باید داده شود و ایران هم دولت مسئله خود مانده، یعنی ایران فقط تضمین میخواد که دیگه اینا کار نکنه. خب ما میبینیم که گام به گام اگر پیش بریم تنگه هرمز باید رها شود، محاصره ایران باید رها شود، پول منجمد ایران در اختیارش گذاشته شود و مذاکرات ادامه پیدا کنه در مورد دو بخش هستوی. اما آنچه که از مذاکرات برآمده بیرون مسئله و تا حال در هیچ مسئله مطرح نیست، مسئله نیابتی‌های ایران است. نیابتی‌های ایران برمیگرده نه به ایران بلکه به جامعه بشری اهل تشیعی که در منطقه فعال زنده است. این نه امریکا میتونه تصمیم بگیره، نه ایران تصمیم گرفته میتونه و نه اسرائیل. این مسئله از طرح مذاکرات برآمده و یک گپ بسیار جالب است. و مسئله از ایران دو طرح که آقای رافائل گروسی داده و او گفته که رقیق ساختن از این و تخلیه از این تدریجی است به ایران و تغییر از یک مسئله بسیار راه حل عاقلانه و منطقی است. ما فکر می‌کنیم در این مسئله به توافق میرسن. اما مسئله سرجی است که حالا باید یک گام صورت بگیره که ایالات متحده آمریکا از این تشنج بیرون شود و ایران هم از محاصره بره. این گام نخست این مسئله مطرح است. خب زمانی که آمریکا در یک بی‌اعتمادی کامل بر ایران قرار داره، ایران فکر نمی‌کنه که این مواردی که در نخست باعث اختلاف شد
حالا اینقدر خساراتی که از برای این موارد کشید، حالا دوباره تسلیمی در این موارد یک تاریخ ننگین بر ایران نخواهد بود؟ من فکر میکنم که ایران هیچ تسلیم نشده. شما توجه کنین ایران در جایش است، ساختار اقتصادیش در جایش است، خساراتی که به ایالات متحده آمریکا رسیده کمتر از ایران است، کمتر از ایران نیست. 228 ساختار دزگاه و منابع امریکایی در منطقه تقریبا یا تخریب شده یا نابود شده، سربازاش کشته شده، تیارات سقوط داده شده، وضعیت اقتصادیش خراب است، مصارف از جنگ به دوش ایالات متحده آمریکا تناس، نه تنها ایران که امریکا و اسرائیل هم خسارت تشکر. دکتر سیب چه فکر میکنین این بار واشنگتن برای تهران قابل اعتماد است که آتش بس نقض نشود؟ خب اگه در طرح بیاید بر 60 روز واقعا تعهد بده، ایران اعتماد پیدا میکنه بالاش. با آنچه که نشست‌های قبلی همچنان همی روند را داشت، زمانی که تعهد میشد اما دوباره آتش بس نقض شده بود. اگر شما با گذشته دور بریم، برآمدن ایران امریکا از مذاکرات هسته‌ای و بعدا نقض مذاکرات در حالی که در دوحه جریان داشت به طرف اسرائیل به اساس دستور اسرائیل شده بود و ایالات متحده آمریکا هم در اینجا تخطی کردن. اما حال در اون وقت توافق وجود نداشت تحریری که ایالات متحده آمریکا امر نمیکنه. حال تعهد تحریری در ما بچه‌ها گفتم که مثلا MOU یا توافقنامه تحریری که دو متحد میشن بین ایران و آمریکا به امضا میرسه، نه اسرائیل. و با این وقتی که آمریکا به امضا میرسه، آمریکا متحد میشه به مسئله. شما فراموش نکنید یعنی که مذاکرات آقای رئیس جمهور روسیه با آقای شی جین پینگ رهبر چین روی مسائلی که شرق میانه باید دیگه عدالت تشدید کشیده نشه، مذاکرات باید صورت بگیره، صلح باید صورت بگیره، کشورهای دیگه تصمیم کشورهای یک جانبه جهان اینا در مذاکرات آمده. اینا برای امریکا یک دست بسیار بزرگ بود و جهان هندوستان همه کشورها علیه جنگ هستند. تشکر. خب حالا امنیت در واشنگتن هم حسابی تامین نیست. دیروز گزارش‌های مبنی بر اینکه دختر آقای ترامپ مورد حمله قرار گرفت و می‌خواستن ترورش کنن، حالا گزارش تازه امروز ما مرور کردیم که صدای شلیک در چهار اطراف کاخ سفید شنیده شد. وضعیت در اونجا چگونه است؟ خب بدون شک ایران هم اخطار داده. ایران هم یک جایزه تعیین کرد که امریکا جایزه تعیین کرده برای رهبران به اصطلاح مسئول بخش نظامی سپاه پاسداران ایران. اونا هم یک جایزه تعیین کردن که ترامپ ترور کنه، ما جایزه میدیم شات سوزی که در یک بخش بسیار بزرگ انرژی امریکا صورت گرفت و ای کس نفهمید چی صورت گرفته. اینا از جریانا رویدادات است داخل امریکا واقع میشه. اونا میبینین که در امریکا متاسفانه یک جوان سیاه‌پوست دوباره توسط سفیدپوستا به گلوش پای مونده میشه. اینا تمام مسائلی است که وضعیت داخلی امریکا هیچ وقت آرام نبوده و در این آخر بازی طرح که گویا ما برای هر کس که ترامپ بکشه جایزه میتیم سپاه پاسداران ایران اعلام کرده. هم اقتدار مسئله ناآرامی. شما فراموش نکنین که ایران یک جنبش فکری مذهبی اهل تشیع 12 امامی است. یک 12 امامی که در امریکاست، در فرانسه است، در انگلستان، جانش فدای رهبرش، فدای کسایی که باعث مسئولانشان هستن فدا میکنند. دو مورد که حالا دکتر صاحب صورت گرفت که ما برش اشاره کردم دیروز و امروز کار ایران است. خب من میگم که کار ایران نیست، کار کسایی است که معتقد هستند که 12 امامی هستند و معتقد به این هستند که رهبر اینا رو به شهادت رسانده و از اون لحاظ هر کس حاضر جانش به خاطر ازی به شهادت برسانه تا یک به یک مقام نایل شوند. این مسئله کاملا با ایران ارتباط پیدا نمیکنه این اشخاص؟ چرا؟ از لحاظ عقیده ارتباط پیدا میکنه و از لحاظ دستور آدم نمیتونه برای اینکه ما پرام سند نداریم که ایران دستور داده برای اونا برین این کار کنین، شاید امکان داشته باشه. چرا اسناد هنوز باز نشده؟ اما یک چیزی وجود داره، عقیده بسیار یک جانبه شدید مذهبی اسم عشریت 12 امامی که در جامعه جهانی جایگاه داره، در مالزی داره، در اندونزی داره، در امریکا داره، در فرانسه داره. همین لحظه در آلمان ما مثلا مسلمانان 12 امامی بسیار متعصب داریم که حاضر هستن جانشان فدای ایران کنن. هم در آلمان وجود داره، در هامبورگ ما مظاهرات از اونها رو بسیار جالب دیدیم. خب این مسئله برمیگرده به اعتقاد. وقتی که اعتقاد برمیگرده، اعتقاد حتما وابسته به عقیده است که در ایران وجود داره. اما این که ایران دستور داده، پول داده، این مسئله است که تنها استخبارات و تنها میتونه اطلاعات وسیعی که استخباراتی رو کشف کنه. خیلی تشکر. خب حالا چشمانداز کلی شما را میخوایم که بدونیم از آینده چی میشه، 60 روز چگونه که آتش بس خواهد بود و در کنار ای آیا مذاکرات تازه میتواند جایگزین توافق برجام شود یا نه؟
خب چیزی که عیان است این است که این توافقنامه‌ای که صورت میگیره برای مدت 60 روز بین ایران و آمریکا به دستینه امضا میشه، نه بین کشورهای دیگه. کشورهایی که باعث سال بالخیر هستند زمینه را فراهم دارند. اما این توافقنامه مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا صورت میگیره. بسیار احتمال داره که آقای ترامپ با آقای رئیس جمهور پزشکیان مستقیما در دستینه امضا کنند یا حداقل وزیرای خارجهشون مستقیما با هم بشینند. چرا یک بار در پاکستان با هم نشست کردند. حال دوباره زمینه این نشست فراهم شده. از اون لحاظ این امکان داره که به توافق برسن و امکان داره ما عرض کردم براتون که نه تنها ایالات متحده آمریکا که جهان به خاطر اصطلاح غیر از ما تمام نیروهای جهان، تمام کشورهای منطقه، تمام کشورهای لطفاً. آقای دکتر حمیدالله مفید، استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل، از بحثتان سپاسگزاریم. شما سپاسگزاریم. با ابراز سپاس و تشکر از توجهتان به این ساعت خبر. شب بر همه شما خوش. بدرود.